سلام به شما، وقتتون بخیر. امیدوارم که حال همگی خوب باشه هر جای دنیا که هستید. جنگ ایران و اسرائیل 12 روز از آتش بسش میگذره و خامنه ای بالاخره بعد از 12 روز از اون جایی که مخفی شده بود بیرون اومد، در حسینیه خمینی ظاهر شد برای مراسم عزاداری شب عاشورا. در دنیا بی سابقه بوده، در دنیا، در تاریخ معاصر دست کم، در جنگ ها وقتی یک طرف احساس میکنه مقامات سیاسی و رهبریش ممکنه در معرض خطر حذف به وسیله دشمن باشن، مخفی کردن جلسات، جابجایی ها، محدود کردن دیدارها، تغییر مکان زندگی و اینها چیز عادیه. در همین جنگ هم نتانیاهو و کابینه اسرائیل در مواردی جلساتشون رو در جای مخفی ترتیب دادن از نگرانی اینکه ممکنه موشک‌های ایرانی بهشون اصابت بکنه. خامنه ای هم در این چارچوب خب جابجا شد، مخفی شد. اما به مخفی شدن خامنه ای این ویژگی رو داشت که برخلاف مثلا نتانیاهو یا موارد دیگر دولت‌ها، مقامات هم به دیدارش نمی‌رفتن. یعنی دسترسی هم بهش محدود شده بود به خاطر اینکه اعتماد ندارن در خودشون که ممکنه چقدر وضعیت بد باشه و آیا جاسوس کیه واقعا که این اطلاعات رو به اسرائیل میده. اما یه مورد دیگه هم داشت مخفی شدن خامنه ای که اون رو متمایز میکرد از همه دنیا. خامنه ای در تاریخ معاصر تنها رهبر دنیاست که حتی بعد از آتش‌بسی که رسما اعلام شده کشور سومی مثل آمریکا ضمانت کرده، هنوز در مخفیگاه مونده. برای چه مدت؟ 12 روز. تصور بکنید یک رهبر سیاسی یک مملکت که خیلی هم سابقه داره در مسخره کردن و تحقیر رهبران مشابه مثل خودش دیکتاتور که بعد از سقوط مخفی شدن، صدام، قذافی، موارد این چنینی ویدیوهاش هست دیگه، اینا رو تحقیر میکنه که مخفی شدن و خودش خب همیشه میگه شهادت یک افتخاره، خودش رو مخفی میکنه. هیچ 12 روز بعد از آتش بس هم جرئت نمیکنه بیرون بیاد. جرئت نمیکنه که این به این معنا است که هم میدونه اسرائیل هنوز جای مانور بسیار زیادی داره، توان موشکی، کنترل آسمان ایران و البته جاسوسایی که هنوز شناسایی نشدن میتونن کمک بکنن به این که خامنه ای هدف گرفته بشه اگر اسرائیل چنین اراده‌ای داشته باشه. از اون طرف همه ادعاهاش در رابطه با شهادت و اینها هم که شوخی زشتیه، مردن خوبه منتها نه برای خودشون، برای دیگران. خامنه‌ای ظاهر شد در یک معنا از اون سوراخی که توش قایم شده اومد بیرون، اما این به این معنا نیست که خامنه‌ای از مخفیگاه خارج شده. دوباره اینترنت برای ساعتی قطع شد، ممکنه برگرده به داستان پروتکل‌های امنیتی برای انتقال اون به اون مخفیگاهی که بوده، ممکنه، نمیدونم، ولی دوباره برگشتن مخفیگاه. یعنی خامنه‌ای تو اون بیت خودش نیست، اون خونه خودش تو پاستور نیست، دوباره در یک مخفیگاهی پنهان شده که ما نمیدونیم کجاست و هنوز در وحشت به سر میبره. علی خامنه‌ای به تعبیر خودشون رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامیشون در وحشت کامله و فارغ از اینکه آتش بس شده هنوز خودش رو در خطر میبینه. حالا اونایی که کشته شدن چی؟ فرمانده‌های نظامی، به هر حال کادرهای نظامی و البته مردم بیگناه و بیپناه، هیچ براش هیچ اهمیتی نداره. امروز اومده بود در اون حسینیه، تصاویرش هست دیگه، با یک حالت مقتدرانه‌ای دست تکون میداد که خب یعنی چی؟ اسرائیل رو شکست دادی، دنیا رو فتح کردی، فرماندهانت زندن، دقیقاً به چی افتخار میکنی؟ طبیعتاً خامنه‌ای به این سوال جواب نمیده، طرفدارانش هم اونایی که قبولش دارن مایل نیستن این سوالا رو بشنون. اما من امروز میخوام در مورد این نکته دیگه صحبت بکنم، علاوه بر این در مورد حمله به تجریش. ویدیوهایی که الان دیگه منتشر شده جدا از اون فجایعی که در این در 12 روز جنگ و بعد هم در روزهای بعد در روز آتش بس دیدیم، ویدیوی 2-3 روز منتشر شده که هم فکت‌نامه هم BBC اینو راستی آزمایی کردن و در اون راستی آزمایی مشخص شده که این ویدیو درسته. نکته مهم ویدیو چیه؟ نکته مهم ویدیو اینه که تو در 12 ثانیه لحظات 2 تا انفجار در
بین میدان قدس و میدان تدریج در خیابان باهنر رو نشون میده. موشک‌ها متخصصین نظامی میگن که اینها فیوزهای تأخیری دارن، یعنی به هدف برخورد میکنن تا در لحظه برخورد منفجر نمیشن، ثانیه‌هایی یا زمان کوتاهی بعد از برخورد منتهی میشن، که معمولاً به اصطلاح بمب‌های سنگرشکن اینجوریه که لحظه برخورد با سنگر منفجر نشن، وقتی شکستن سنگر رو منفجر بشن. اینجا هم موشک اول به ساختمانی برخورد میکنه که ساختمون امور مساجد هست و مشخص شده بعداً مشخص شد، اسرائیل هم کرد که تو اون ساعت فرمانده اطلاعات سپاه، معاون فرمانده اطلاعات سپاه، فرمانده اطلاعات سپاه قدس و چه معاونین دیگه‌شون در بخش مختلف اونجا جلسه داشتن. خواستن از اسرائیل مخفی بکنن، رفتن به مرکز امور مساجد در تجریش. از این همه جای نظامی و امنیتی اسرائیل میدونسته با موشک میزنه، اونا کشته میشن و در البته ترکیب‌های انفجار طبقات دیگه هم اگر کسی بوده و حتی ساختمان عبوری کسانی آسیب میبینن. این به اصطلاح هدف نظامی مشروعه در عملیات جنگی. اینا فرماندهان اطلاعاتی و نظامی بودن، پاسدار بودن، سپاهی بودن و کشته شدن. اما کمتر از 2 ثانیه بعد از انفجار اول موشک دیگری به طور عمودی در همون خیابانی چند به اصطلاح ساختمون اینورتر از ساختمون مساجد وسط خیابون به اتومبیل‌های برخورد میکنه عمودی که پشت چراغ قرمز ایستادن. چه اتفاقی میفته؟ این موشک هم فیز تأخیری داره، میره داخل زمین و اونجا منفجر میشه. تیکه‌های بزرگ آسفالت و چند اتومبیل به آسمون پرتاب میشن و میان زمین و خب رو آدما میافتن، رو اتومبیل‌ها میافتن. اونجا گفته شده که دست کم 12 نفر جونشون رو از دست دادن، از جمله یک زن باردار و آدم‌های غیر نظامی دیگه. من هم مثل خیلی دیگه ویدیو رو دیدم. خب وحشتناکه. تصور بکنید شما که من و شما که نمیدونیم 10 متر اونورتر یک جلسه نظامی فرماندهان عالی رتبه اطلاعات سپاه هست که مأمورین اصلی شکنجه و کشتن و سرکوب ما هستن. ما به عنوان شهروندان ایرانی با اون همه ادعای اسرائیل که انتظار نداریم در خیابون اتومبیل‌های پشت چراغ قرمز رو هدف بگیرن با این شکل وحشتناک که تو این ویدیو هست. انتظار اینو طبیعتا نداریم دیگه، این چیز عجیبی نیست، اما این اتفاق میفته و خب عده‌ای جانشون رو از دست میدن. تحلیل این ویدیو ما رو به این نتیجه میرسونه که اونچه که اتفاق افتاده جنایت جنگی به لحاظ نظری. طبعا باید دادگاه صالح در این مورد نظر بده. منتها به نظر میرسه که بر اساس داده ها در یک شرایط ایدئال دادستانی مستقل میتونه وجود نداره ها، در اسرائیل نیست، یعنی اونا شکایت طرح نمی‌کنن، در ایران که اعتباری نداره قوه قضاییش، در دیوان کیفری هم قابل طرح نیست چون ایران به رسمیت نمیشناسه، اسرائیل هم به رسمیت نمیشناسه، در اینجا قابل طرح اونجا نیست. اما به فرض اینکه در دیوان قابل طرح بود یا دادگاه ملی مستقلی وجود داشت، دادستانی میتونست این رو بر اساس این شواهد طرح دعوا بکنه و در دادگاه بررسی میشد و ممکن بود اثبات بشه با توجه به شواهدی که وجود داره. نکته مهم اینه، چرا میگیم جنایت جنگی؟ چون بر اساس در واقع کنوانسیون لاهه و پروتکل اول کنوانسیون ژنو، عذرخواهی میکنم، کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی اولش یک اصول بنیادی نقض شده که نقض این اصول میتونه به منزله ارتکاب جنایت جنگی باشه. قبل از اینکه وارد این بشم اشاره بکنم جمهوری اسلامی هم در جریان این جنگ در واقع مرتکب جنایت جنگی شده. به چه معنا؟ جمهوری اسلامی با قرار دادن مراکز نظامیش و خانه‌های امنش و برگزاری جلسات نظامیش در مراکز غیر نظامی عملاً زمینه این جنایت فراهم کرده. یعنی این صحبت‌ها به این معنا نیست که جمهوری اسلامی رو فراموش بکنیم که مسبب این جنگه. اسرائیل حمله کرده، اما این جنگ صورت نمی گرفت اگر جمهوری اسلامی زمیناشو فراهم نمی کرد. این آدم ها جانشون از دست نمی دادن اگر جمهوری اسلامی جلسات فرماندهی نظامیشو داخل مناطق غیر نظامی برگزار نمی کرد. موارد زیادی هستا. حالا یه گزارشی منتشر خواهد شد در روزهای آینده که
بسیاری از هدفهایی که اسرائیل زده به طور عجیبی دست کم در 3 یا 4 مورد که یه همکار من میگفت روبروش یه مدرسه است. یعنی جمهوری اسلامی هم به سپاه، هم اطلاعات سپاه، هم وزارت اطلاعات عامدانه خانه‌های امنشون رو، مراکز مخفیشون رو جاهایی گذاشتن که به این مدارس نزدیکه. همون روشی که به حماس هم یاد دادن و به حزب الله و گروه‌های دیگه‌ای که با اینا کار می‌کردن. به این ترتیب اون نقش جمهوری اسلامی در این فاجعه محفوظ سر جای خودش هست. اینو که فراموش نمی‌کنیم ما. اما اینجا ما می‌پردازیم به نقشی که اسرائیل داشته و اینکه چرا حمله دوم، موشک دوم که روی اتومبیل‌ها فرود اومد در واقع نشانه‌هایی داره که میتونیم بگیم که مصداق جنایت جنگی، همون پرتابه‌ای که 2 ثانیه بعد اومد رو خودروها و البته باعث جان باختن شمار زیادی شد. حمله موشکی 25 خرداد به حد فاصله میدان قدس و میدان تجریش. گفتم که کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی اولش میگن که یه اصول در این حمله نقض شده، بر اساس اصول اونها میشه نتیجه‌گیری کرد. نخست اصل تمایزه. بر اساس اصل تمایز ماده 48 پروتکل اول تصریح میکنه که طرفهای درگیر حتما باید بین اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی تمایز قائل بشن. این به این معنا هست که نمیتونی در جنگ با هدف شکست دشمن اهداف غیر نظامی رو بزنی. اگه این کارو کردی دیگه این جنگ بین دو کشور، دو دولت و دو نیرو نیست، این جنایت جنگیه. درسته در جنگ افراد کشته میشن، اما وقتی تو عامدانه تمایز بین اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی رو نادیده بگیری، مرتکب جنایت جنگی شدی. در ویدیوی تجریش هدف اول که خب یک ساختمونه که در اون ساختمون تعداد زیادی از فرماندهان اطلاعات سپاه قدس حضور دارن. اون هدف رو میشه گفت نظامیه. اگه اونجا در نتیجه این انفجار عده زیادی غیر نظامی جونشون از دست داده باشن، در ساختمان کناری، در طبقات اینور، در ترکش هایی که این انفجار داره، این بیشتر متوجه جمهوری اسلامیه که این جلسه رو در مرکز غیر نظامی برگزار کرده. اما در انفجار دوم هدف انفجار چیه؟ این موشک که از بالا میاد به چند تا خودرو میخوره که این خودروها هیچ کدومش علامت نظامی نداره. با توجه بعدم که اسامی که منتشر شده، اطلاعاتی که منتشر شده، 12 نفر غیر نظامی، مشخص میشه، البته تصاویر بود از جان باخته ها، مشخص میشه که اینها چون علائم نظامی ندارند، اینها خودروهای غیر نظامی هستن. حالا ممکنه بگن که خب یکی از این خودروها ممکنه یکی از این فرماندهان بوده که زودتر از جلسه رفته بیرون مثلا. در این حالت هم مهاجم، یعنی اینجا ارتش اسرائیل، موظف بود که از یه چیزی به اسم اطمینان معقول در مورد شلیکی پیدا بکنه که در این شلیک غیر نظامیان آسیب نبینن، که با توجه به اینکه اونجا ازدحام هست، ترافیک هست، پشت چراغ قرمزن، چنین اطمینان معقولی قابل کسب کردن نیست. پس اصل تمایز رعایت نشده. مسئله اصل ضرورت نظامیه. در این حمله ضرورت نظامی هم نقض شده. به چه معنا؟ به این معنا که ضرورت ایجاب میکنه که هر اقدام نظامی تهاجمی علیه یک هدف برای به دست آوردن یک مزیت نظامی عینی و مستقیم باشه. به طور عینی من در این حمله یه فرمانده دشمن رو میکشم، یه لانچر موشکیش رو میزنم، یه مرکز نظامیش رو میزنم و این باعث میشه من یک مزیت نظامی به دست بیارم و مستقیم میزنم اون هدف رو. یعنی این مزیت نظامی مستقیم و عینی این حمله رو در قانون جنگ مشروع میکنه و البته در این حمله هم وسایل کم خطرتری نبوده، به این ترتیب این حمله ممکنه احیانا آسیب دیگه هم برسونه. در انفجار نخست این رعایت شده، یه فرمانده های تون ساختمون هستن و میشه گفت این اصل تا حد زیادی رعایت شده، اصل ضرورت نظامی. اما در پرتابه دوم، در موشک دوم، در ساعت اوج ترافیک، تو در نقطه‌ای مملو از خودروهایی که پشت چراغ قرمز موندن، نمیشه گفت اصل ضرورت نظامی لحاظ شده. چون حتی اگر هدف نظامی معتبری وجود داشته، یک فرمانده توی از این اتومبیلاست که ما نمیدونیم، اسمش هم نگفتن مثلا، یا گفتن ولی نگفتن اونجا کشته شده، باید گزینه‌های دقیق‌تری با زمانبندی درست‌تری انتخاب میشد تا این خطر شدید متوجه غیر نظامیانی که هیچ ربطی به اون جنگ ندارن نشه. اصل تناسب، اصل سومه که اینجا نقض شده. ماده
51 5 ب پروتکل الحاقی اول و ماده 8 2 ب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی میگه حمله‌ای که تلفات غیر نظامی مورد انتظارش در مقایسه با دستاورد نظامیش بیش از حد باشه جنایت جنگی. اسرائیل فرماندهان زیادی رو در این جنگ کشته، اسامیشون هست، دست کم 3 تا سپهبدن، باقری و سلامی و رشید، 4 5 تا سرلشکرن، نمیدونم چند تا سرتیپن، 30 نفر دست کم 30 نفر جای مختلف در همون حمله در همون ساختمان خیلی رو کشته. به این ترتیب کشتن یک فرماندهی که اینا امکانش رو داشتن جای دیگه بکشن با توجه به این اطلاعاتی که دارن، عملاً به این معنا و کشتنش تو اون خیابون به فرض اینکه کسی بوده، مثلا نمیدونیم ما، نه اسرائیل گفته کسی بوده تو خیابون، نه جمهوری اسلامی کسی رو پذیرفته، ما فرض میکنیم کسی بوده. عملاً چون تلفات غیر نظامی مورد انتظارش در مقایسه با دستاورد نظامی بیش از حد، مصداق جنایت جنگیه. در حمله تجریش انفجار رو اون خودروها در اون ساعت تردد، در اون نقطه پرتردد و احتمال تلفات سنگین غیر نظامی که عملاً پیش اومد، به این معنا خواهد بود که اون مزیت نظامی فرضی در صورت وجود عملاً در برابر خطر قطعی جان باختن غیر نظامیان چه داخل خودروها چه رهگذر نامتناسب بوده، به شکل آشکاری نامتناسب بوده. به این ترتیب اصل تناسب هم رعایت نشده. من دارم متن نگاه میکنم که تنظیم کردم و منتشرش کردم در شبکه‌های اجتماعی، برای همین موضوع خب آدم باید منابع بخونه بنویسه. اصل احتیاط در حمله اینجا هم نقض شده. ماده 57 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو میگه که طرفهای مخاصمه باید همه اقدامات احتیاطی رو برای کم کردن از آسیب به غیرنظامی به کار بگیرن. مثل اخطار قبلی در موردی انجام داد اسرائیل، میگفت اخطار میداد که این منطقه باید تخلیه بشه، فارغ از این که زمان کافی نمیداد، شیوه اطلاع رسانی درست نبود، ایراد داشت. اون تو اخطار قبلی انتخاب سلاح دقیق تر یا تعویق حمله. در این مورد مشخص طرفین مخاصمه باید، چه ایران چه اسرائیل، ایران که هرچی ما میدونیم زده به غیر نظامی زده، هرچند گزارشی اومده بود امروز که دست کم 4 پادگان نظامی بهش آسیب زده که اسرائیل مخفی کرده، ولی غیر از اون 4 یا بیشتر یا کمتر که ما نمیدونیم، موارد زیادی دیدیم در اسرائیل که موشک‌های ایران مناطق غیر نظامی رو هدف گرفته و غیر نظامی رو کشته، در حد 30 نفر دست کم یا نزدیک به 30 نفر. اما اینجا طرفین مخاصمه اسرائیل باید وسیله و روش کم خطرتری رو انتخاب میکرد و یا هشدار میداد تا حملش نامتناسب نباشه، اگه بود لغو میکرد یا تعلیق میکرد. در صحنه تجریش مهماتی که به کار رفته خیلی پرقدرته، برای همین میبینین این اتومبیل ها با این سنگینی به آسمون بلند میشن، تکه‌های بسیار بزرگی آسفالت کنده میشن، لوله منفجر میشه. اصلا در خیابون باهنر اون کلا مزمحل شد دیگه، ویدیوها دیدیم، خیابون به طور کلی از بین رفته، به طور کلی متلاشی شده. یعنی یه مهمات پرقدرت، حالا با اون فیوز تأخیری که عرض کردم که به صورت عمودی رو خودروها میاد، این که یعنی اقدامات احتیاطی رعایت نشده. یعنی مهاجم عملاً که اینجا اسرائیل خطر پیش بینی پذیر تلفات غیر نظامی نادیده گرفته. یعنی میزنیم، حالا اونجا اگه کسی بوده یا نه کلاً زده که آسیبی وارد بکنه، وحشتی درست بکنه، من واقعا نمیدونم، ولی به هر حال اصل در واقع احتیاط در حمله رعایت نشده. به این ترتیب با در نظر گرفتن اینها، اصل احتیاط در حمله، اصل تناسب، اصل ضرورت نظامی، اصل تمایز، میتونیم نتیجه بگیریم که این 4 اصل بنیادی باعث شده که اونچه که در تجریش دیدیم، نقض این اصول، در نظر نگرفتنش، اونچه که در تجریش دیدیم یه حمله نامتناسب بی ملاحظه است که طبق در واقع حقوق درگیری‌های مسلحانه میتونه مصداق جنایت جنگی باشه. جنایت جنگی اینجا فقط یه برچسب نیست. خب جنایت جنگی، خب باش، بعدش چی؟ این یعنی این که کسانی که دستورش رو دادن، کسانی که اجراش کردن، از منظر حقوق کیفری بین المللی مسئولیت فردی دارن و اگر صلاحیتی وجود داشت در دادگاه ملی که ما نداریم، یا ایران و اسرائیل در واقع صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی میپذیرفتند، عملاً اینها در معرض تعقیب قضایی قرار میگرفتن. گزارشم مکتوبم با این جمله تموم کردم که در واقع ویدیوی تجریش فراتر از ارزش خبری یک سند عینی
که باید در هر تحقیق مستقل درباره جنگ بین ایران و اسرائیل در نظر گرفته بشه. حالا چرا این مهمه پرداختن به وقتی ما میدونیم دادگاه ملی وجود نداره، وقتی ما میدونیم اینا چون صلاحیت دادگاه کیفری رو نپذیرفتن امکان در واقع رسیدگی مستقل وجود نداره، چرا در موردش حرف میزنیم؟ در موردش حرف میزنیم برای اینکه از یادمون نره ما انسانیم. ما برخلاف دشمنانمون که اینجا در درجه اول جمهوری اسلامیه، ما در مبارزمون هم اصول انسانی رو رعایت میکنیم. برای اینکه یادمون نره جنایت جنایته، مهم نیست در حق کی انجام میشه. کودک ایرانی، زن و مرد ایرانی، کودک فلسطینی، کودک اسرائیلی، زن و مرد اسرائیلی، یمنی، سوریه‌ای، مهم نیست جنایتی که انجام میده. که اگر برای ما مهم بود، اگر افکار عمومی و وجدان ایرانی زمانی که ایران در سوریه، جمهوری اسلامی در سوریه جنایت میکرد، بشار اسد رو کمک میکرد، اینا دیگه همه مستند شده ها، دعوای سیاسی نیست. 500,000 شهروند غیر نظامی سوریه رو کشتند. کی؟ بشار اسد با کمک مستقیم نظامی از طرف جمهوری اسلامی. بمب‌های بشکه‌ای رو مردم میریختند. البته دنیا چشماش رو بست و ندید. اوباما میتونست مداخله بکنه، نکرد. مداخله بشردوستانه، نه برای بمباران سوریه، برای جلوگیری از پرواز هلیکوپترهایی که بمب بشکه‌ای رو مردم میریختن. مهمات رو توی بشکه میریختن، رفتن پایین، منفجر میشد. 500,000 آدم کشتن. کی درش نقش اصلی داشت؟ جمهوری اسلامی درش نقش اول. مقصر اصلی بشار اسد و نظام بعثی سابق که ساقط شد. دستیار اصلیش، راهنماش، معلمش جمهوری اسلامی بود. اگه اون زمان تئوریسین‌های راست و چپ جمهوری اسلامی نمیگفتن که امنیت ما در سوریه تامین بشه، ایران امنیت داره، اگر میدونستیم کشتن کودکان سوری جنایته، اگر مقابلش وجدان ایرانی موضع میگرفت، شاید امروز وضعمون از این بهتر بود. این نافیه مسئول جمهوری اسلامی نیست. من نمیگم در این حرفها از حکومت سلب مسئولیت بکنیم. به باور من به لحاظ تحلیلی، نه فقط شخصی، مسئول اول و آخر این وضعیت جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی شرایطی رو فراهم کرده به لحاظ سیاسی و منطقه‌ای که ایران به یک هدف مشروع برای اسرائیل تبدیل بشه. چرا اسرائیل به عربستان حمله نمی‌کنه؟ چرا به قطر نمی‌کنه؟ چرا به ترکیه نمی‌کنه؟ چرا به اردن نمی‌کنه؟ مگه اینها اینها با اسرائیل پیمان استراتژیک خاصی دارن؟ نه، ندارن. درسته اردن و مصر و اینها باش در صلحن، ترکیه هم رابطه کنسولی دارن، اما خب عربستان که نداره، قطر که نداره، هرچند ظاهرا در راه پیمان ابراهیم داره به اونها میرسه. جمهوری اسلامی کاری کرده، زمینه‌ای فراهم کرده که اسرائیل حمله بکنه، اما این نافیه این نیست که ما یادمون بره دست کم در حمله دوم تجریش احتمالاً شواهد نشون میده، نشانه حاکی از اینه که اسرائیل مرتکب جنایت جنگی شده. همونطور که عفو الملل گفته بود، کارشناسان سازمان ملل گفته بودن در غزه بارها مرتکب جنایت جنگی شده. همونطور که الان هارتز در همون تل‌آویو داره منتشر میکنه هر روز که تجاوز میکنن به زندانیان فلسطینی. مردم گرسنه رو در صف به گلوله میبندن بی هیچ دلیل. این گزارش هارتز، رسانه اسرائیلیه. اینجا هم به نظر من در حمله دوم تجریش با این نشانه ها، با این بحث کوتاهی که ارائه کردم خدمتتون، مرتکب جنایت جنگی شده. صحبت کردن از جنایت جنگی اسرائیل به این معنا نیست که ما طرفدار اسرائیل هستیم، مخالف اسرائیل هستیم. به این معنا نیست که ما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم. موضع بسیاری از در مورد جمهوری اسلامی به عنوان تباهی اعظم واضحه. اما دفعه قبلم گفتم، این بار دیگه هم گفتم، اینا پکیج نیستن که اگر ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم پس هر چه رو که علیه مردم ایران، علیه اون نظام سیاسی انجام میشه، حتی اگر مردم ایران آسیب برسه رو تایید بکنیم. آدم میتونه مخالف حکومت اسرائیل هم باشه، مخالف جمهوری اسلامی هم باشه، جنایت جنگی رو از هر طرف محکوم بکنه و موضع اخلاقی انسانیش هم داشته باشه. حتی اگر جزء اون دسته‌ای باشیم که فکر میکنیم ساقط کردن جمهوری اسلامی بدون حمله خارجی ممکن نیست، این باز به این معنا نخواهد بود که ما تایید بکنیم جنایت جنگی رو، که بپذیریم، که بهش تن بدیم، که توجیهش بکنیم.
واقعا چنین ضرورتی وجود نداره. که اگر پذیرفتیم به نقطه‌ای میرسیم که هر جنایتی رو توجیه میکنیم. یعنی این یک سراشیبیه. اگر احتیاط نکنیم تو اون لبه به پایین بلغزیم تا آخر راه میریم. بعد با توجیهات مختلف هر جنایتی رو توجیه میکنیم. نمیشه توجیه کرد. نباید توجیه بکنیم. میتونیم همزمان از کشته شدن سلامی خوشحال باشیم که من هستم و از جان باختن هموطنانمون در تجریش ناراحت باشیم و از جان باختن 22 نفر فکر میکنم در حمله به ستارخان به منزل دکتر تهرانچی اگر اشتباه نکنم خشمگین باشیم. 22 نفر که ربطی به تهرانچی نداشتن، به هیچ عنوان بهش ربط نداشتن، فقط همسایش بودن در ساختمان اساتید و نمیدونستن که این آدم یه چهره هسته‌ای مهم جمهوری اسلامیه که اگر حمله شد حتی از اون خونه ها برن و هیچ اخطاری بهشون داده نشد و پهپادی هم استفاده نشد که فقط طبقه اونو ویران بکنه. آمدانه بمبی استفاده شد که کل اون ساختمان رو تخریب کرد و از عده زیادی اونجا جونشون رو از دست دادن. خب این جنایت دیگه. جنایته. در این مورد هم اگه ویدیو بیاد، اگر اطلاعاتی بیاد، میشه بر اساس همین 4 اصل کنوانسیون ژنو تحلیلش کرد. نشون داد که اون جنایت جنگیه. حتما تهرانچی راه دیگه‌ای برای کشتنش بود اگه می‌خواستن بکشنش که کشتنش. نه به قیمت کشتن آدم‌های بیگناه دیگری در اون ساختمون که نمیدونستن کی اونجا ساکنه. مثلا مگه جرم آدم همسایه طبقه بالاییش استاد فیزیک بهشتی و کارگزار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه؟ موضوع مهم دیگری که حالا میذارم برای یه شب دیگه، یه روز دیگه، موضوع افغانستانی‌های مهاجر در ایرانه و مسئولیت اخلاقی ما و جنایتی که در حقشون انجام میشه. در مورد صحبت میکنیم. خیلی متشکرم که نگاه کردید. هر جا هستید روز شبتون خوش باشه و امیدوارم که فردای هممون بهتر از امروز و دیروزمون باشه. فعلا. خدا نگهدار.